من میفهمم 30 سالی ما ای شما کلانه. اگر همین 30 سالی من مشکلی باشه بله زنای جان. خب من کمتر پس میام. خب تو نومرد زن داری، باز با احساس یک دختر بازی میکنی. سلام علیکم. السلام علیکم. چیکار شما؟ نشرم شما چه؟ نه همین هر وقتی که ختمه بینم ناسترینی من خوب بشه. یکی اهمیت میتون وقتی خودت مرا میبینی به ناسترینی میشی. تنجی باشه. بدرین جان نمیدونی برای چی ما به نسترینی میشم. این همش سببش خطی. چی؟ من؟ او تو خودت میدونی که ما برای تو جان نمیتم. تو تمامی معنای زندگی می اختبانوز. معلوم است بدرین جان 5 سال میشوند وعده میکنه یکی در وعده‌ات وفا نمیکنه. باور میکنی هر وقتی که من میتونم میبینم که فکر میکنم که دلم دیگه خیلی کار میکنه. بیا بریم یک جدا بشینیم بعد بیا بزنیم. مالش کاش در برم میبودی. تمام دارایی رو در پیش پایت میانداختم، ولی چی علاج؟ امر تقدیر است. تو این دنیای فانی رو ترک گفته غمهایت را به من گذاشتی. از روز تو رفته ای دنیا در نظرم تنگ و تاریک است. گمان میکنم بین انسان ها تماما محبت نمانده است. محبت این دنیا را تو با خود برده ای. خیلی اختار بانوز بفهمون سبب بیناسترین بودن خیلی در چیه؟ بدرین ما 5 سال میشه با هم دیگر گپ میزنیم که وقتی شما چی گپی گفتین ما ای گفتن شما نبرامده. با خاطر عاشقیمون ما گپ پدر مادر ما نمیگیرم. آخه گفتن که خانه گیرم اینا خانه هم گرفتن. ماشین گفتن ماشین هم گرفتن. ایگم چی کم بودی نیستن شما. چند قید دیگه شما را اجداد کنم. آخه 30 سال ما هم به یک جای رسیده. هر روز خانه ما خواستگار میآید. پدر مادرم با ما جنگ میکنه که به شوهر برا گفته. 5 سال شد ما یگان بار شما را نگفتن که پدر مادر خرابان کنم. چند قید دیگه اجدادتان کنم. اختار بانوز تو مرا بفهم. من همین یک دو پرابلم دیگه دارم. همین که حل شد تمام اخفای توی میشه. یگان کم بودی نیسته. تو فکر میکنی که من دا اصانه؟ من شو روز دا فکر ختم دختر بانوز.
ما میخوام که مقصد یک جویا شویم توی که نیم یکی کمتره که دیگه صبر کن انشاءالله با خواست خدا میشه فهمیدی؟ بدردین جان من میفهمم سین سالی ما ای شما کلانه اگر همین سین سالی من مشکلی باشه گپ زنه یا دوستم نداری گپ زن من خفه نیستم فقط یک جوابی انیق شه گپ زن مایم ای قفای زندگیم شه آره گوش که دختر بانو سینی سال تو برای من مهم نیست وقتی من میگیرم گفتم چی میگیرم من مردکم در گپم ایستم فهمیدی دختر بانو بخشیش یک دقیقه خواهد جواب تو مادر من الو لب سلطانی قلبا بهترین همین فقط چیزای نقص شه صفاتای خوب شه بگی من دیرتر میام خودم حلش میکنم بله فرزند من خوبه اوکی بهترین بله زنه جان خب من کمتر پس میام خب مالش تو دیدو تو نومرد زن داری باز با احساس یک دختر بازی میکنی فن میکنی تنجی اما مادرم یک دو پرابلم هاشی در خونه ده یک دو چی بیار گفت آقای گفتم کمتر پس میام عذری زیاد برادر جانا که کمی هم باشد وقتی قیمت شما را میگیرم اگر شما همین نوار را تماشا کرده باشین و همین گونه رولیک های تربیتی با شما پسند باشد فراموش نکنید در کانال پادپیسات میکنیم در نوار یک دونه لایک میمونیم در کامنتاری حتما یک سخنی خوب مینویسیم و انشالله که با عید خوبتر و بهتر رولیک های تربیتی پیشکش میگردانیم واقعی در پناه خدا باشین بزرگ نقل میسازد نفری که شما رو هر لحظه میگوید دوست میدارم به تو زندگیم رو تصور کردن نمیتوانم اگر تو نباشی نفس گرفتن نمیتوانم این معنی آن را ندارد که او به وعده‌اش وفا میکند نفری که هر لحظه سوگن یاد میکند وعده های خالی میدهد با شما با جز درد دیگر چیزی نمی آورد میدونی فراموشش کن او تو را دوست نمی دارد شود روز به جوی عشق